فروردین. حضور کودکی نورسیده در خانواده روحیه‌تان را از این رو به آن رو می کند. مسیر خود را در یک خط ادامه ندهید. سعی کنید تغییر و تحولی در زندگیتان به وجود آورید. کلافگی این روزهایتان نتیجه این است که زندگیتان دچار یک نواختی شده است. روزهای سختی را می‌گذرانید، اما بهتر است از کسی کمک بگیرید. خودرأیی‌تان به شما کمکی نمی‌کند. اردیبهشت. با اطرافیانتان مهربان‌تر باشید. کسی به شما بدهکار نیست. مردم را از روی ظاهرشان قضاوت نکنید. هر کس که لبخند به روی لب دارد لزوماً شاد نیست. مسئولیت حرفی که میزنید را به عهده بگیرید. دروغ نگویید، وگرنه مردم ظاهراً شما را تایید می‌کنند، اما پشت سرتان دیگر هرگز حرفهای شما را باور نخواهند کرد. خرداد. خودتان را دوست داشته باشید تا یاد بگیرید بتوانید دیگران را دوست داشته باشید. در حق دیگران همان کاری را بکنید که امیدوارید با خود شما بکنند. خبری میشنوید که بسیار خوشحالتان میکند. حواستان باشد تصمیمی که بعد از آن میگیرید بسیار مهم است. برای خرید عجله نکنید و دست نگه دارید. یک میهمان ناخوانده خواهید داشت. تیر. باید برای کسی هدیه‌ای بخرید. این روزها احساس می‌کنید فاصله‌ای بین شما و کسی که او را دوست دارید افتاده است و به همین دلیل بسیار ناراحت هستید. مسبب اتفاقاتی که ناخواسته این مدت رخ داده به زودی مشخص خواهد شد. بهتر است با این همه فشاری که روی شماست این روزها تصمیمات مهم و خطیر را نگیرید. اندکی به خودتان زمان بدهید. مرداد. شما دارای قدرت تشخیص خوبی در کارها هستید، اما ممکن است این روزها به دلیل حواس پرتی و مشغله کاری زیاد راهی را انتخاب کنید که به بیراهه می رود. کمی دقت کنید وگرنه مجبور خواهید شد با احتیاط از پرتگاه‌ها و دره‌هایی که برایتان در راه وجود دارد عبور کنید. روزهای خوشی در راه هستند. کافی است با برنامه‌ریزی جلو بروید و از مشکلات نهرسید. شهریور. قدر سلامتیتان را بدانید و بیهوده از هر کاهی کوه نسازید. شما از اینکه دیگران را نقد کنید و رفتار و تصمیمات آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید خوشحال می‌شوید. اما لازم است بدانید این کار باعث می‌شود شما وجهه مثبت خود را جلوی چشم دیگران از دست بدهید. شاید گاهی بهتر باشد خودتان را جای دیگران بگذارید و ببینید چطور تصمیم خواهید گرفت. با دید مثبت به مردم نگاه کنید و از دنیایی که خودتان برای خودتان ساختید خارج شوید و واقعیت اطراف را ببینید. افرادی در اطراف شما هستند که در به وجود آمدن اتفاقی که رخ می‌دهد سهمی دارند. از آنچه اتفاق افتاده ناراحت هستید، اما بهتر است بیش از این نجنگید. آنچه اتفاق افتاده به نفع شما خواهد بود، حتی اگر امروز در آن منفعتی نبینید. آبان. برای رسیدن به مقصود و نیتی که دارید عاقلانه تصمیم بگیرید و تلاش کنید تا درهای موفقیت به رویتان باز شوند. ممکن است مجبور شوید روی احساساتتان پا بگذارید. مسئله را سخت‌تر از آن که هست نکنید تا از پس حل آن برای یک تصمیم گیری از شما کمک گرفته خواهد شد. سعی کنید منصفانه رفتار کنید و حرفی نزنید که بعداً از گفتن آن پشیمان شوید. آذر. از لحاظ روحی و احساسی شما در حال حاضر در شرایطی که تصمیم درستی بگیرید نیستید. وقایع بدی که در گذشته برایتان رخ داده است اثری منفی بر روی شما گذاشته و متاسفانه شما بعد از این همه مدت نتوانستید این اتفاقات را فراموش کنید. همچنان در بحث‌ها احساساتی شده و کنترلتان را از دست می‌دهید. هر جا بحثی پیش آمد مکان را ترک کنید. بهتر است راه خود را در مبارزه و بحث پیدا کنید، زیرا اگر این کار را نکنید ناامیدی هم به مسائلتان اضافه می شود. به صحبت‌هایی که میشنوید و یا خواسته‌هایی که دیگران از شما دارند سریع جواب مثبت ندهید. کمی تأمل کنید.
حتی اگر دیگران پایبند تعهدات خود نباشند، شما باید به درستی وظایفتان را انجام دهید. خودتان را کوچک نکنید. بهمن باید افکار قدیمی خود را دور بریزید و قدرت ریسک داشته باشید. لذت زندگی در لحظه است که وصال حاصل شود و شما به زودی این لحظه را تجربه می کنید. برای دادن جواب دعوتی که از شما شده دست نکنید. شما دلتان می خواهد به این مراسم بروید. جواب را زودتر بدهید. در قبال حرفی که به شخصی زده اید مسئولید. حالا که به سراغ شما آمدند تفره نروید. اسفند برای یک خرید یا فروش بیش از حد صبر نکنید. تصمیم بگیرید و همین هفته اقدام کنید. یک امضا و توافق به سود شما تمام می شود. بهتر است فعلا جواب تلفنی که به شما شده را ندهید. راهی پیدا کنید تا وقت بیشتری برای فکر کردن بخرید. برای حال و روحیتان بهتر است که هرچه زودتر کارها و فعالیت‌های تازه‌ای را آغاز کنید.